دیوانه ما بردم سرک بلند کن پشتر برو پشتر برو اضافه نمانی کرده از من نیست اون مرد خبر دیگه پیش نبیا بگو همیشه تو موتر قطعا انتقال بده بگی چه بگی اینا کجا خبر هستیم بار که تبه کرده کجاستی بشین دیگه بستش کن واقعا ما که این امروز دیدم خودم شاهد چندین صحنه لوابالی ها بودم که واقعا که در شهر گشت گذار مشکل بود. حالا من اینجا دیدم با چشم سر واقعا فهمیدم که ما نیروی امنیتی بسیار بسیار همتر صادق داریم. وقتی این کار ما میتونیم دقیق گفته که نیروی امنیتی ما هم که صادق به وظیفه خود باشه. اگر به وظیفه خود صادق بود صادقانه کار کرد پشت ترس هراس نمیگرده دیگه. واقعا قانون تطبیق میکنه و قانون به شکل اساسی تطبیق میکنه. حالا ما که اینجا دیدم واقعا یک وجد حال گرفتم گفتم دستای اینا رو ما باید ببوسم. تطبیق قانون و حفظ امنیت مسئولیت مردم و مسئولیت دولت است. امروز بعض مردم بسیار اذیت شدن و در این زمان سربازی که برای حفظ ناموس ملی ما هر لحظه قربانی میتا او را شهید کردن. بنان این قابل تحمل نیست و بنان اینا باید هر کس که امنیت ما را خراب میسه باید سرکوب شود. هر کسی که کاری ملی اردوار این مردم را گرفته بستهش کرده قطع موتورش از افتخار ما گپ زدن نمیتونیم از خوشی. زنده باد نیروی امنیتی. ما بسیار خوشحالم به نیروی امنیتی خود که به خاطر مردم خود برآمد، به خاطر دفاع مردم خود. برو بانش برای کلای چه چی میگم؟ هر کسی میسر صداقت برو بخیر دیگه حرکت خودت هم حرکت برو نفر منکر حرکت جنگ نکنی بعد از راه ادامه نه ما خودم آمدیم که میرم برو حرکت برو
برو بیادر برو خب شو عکس پارچه بگیر افتاد شو Fatto una motor, mi hanno